خصوصیات نسج اپیتل. بعد از وضعش خصوصیات نسج اپیتل چی است؟ این بسیار مهم است. خصوصیات نسج اپیتل. خصوصیات خاصیتی بخیر. خصوصیات اول در داره که حجرات نسج اپیتل با هم نزدیک است. مثلا من میگم سعی کنم این حجره است. این حجره است. یک حجره برای دیگر حجره فاصله نداره، مگر باز کتاب گفته میگه فاصله از این بسیار کم 1 الی 2 نانومتر. نانومتر چقدر کم است؟ این از 2 نقطه کم است. فاصله از کم است. دیگه یک خصوصیتش است که فاصله با هم نداره. 1 2. گپ دومش سطح آزاد دارد. دو پاس گنبد سلام چیزی داره. بالای خود چیزی نداره. مثلا بالای جل که ماده از جل بیرون دیگه چیزی نیست داره. سطح آزاد. مثلا من میگم یک رنگ است. اینجا نسج اپیتل است. به ادامه درس نسج اپیتل امروز ما میخوانیم انواع نسج اپیتل. قسمی که ما گفته بودیم که اپیتل خودش این سه گپ داره. یک تمام سطح جلد خارجی را پوشانیده، داخل اجواف پوشانیده، اجواف هر عضوی که جوف داشته باشه، چی معده باشه، چی روده باشه، چی رگ باشه. و دیگه گپ سوم غدوات خود نسج اپیتل ساخته شده. باز خصوصیتش گفتیم که نسج اپیتل حجراتش با هم نزدیک است، سطح آزاد داره، غشای قیدوی داره، رگ نداره، از نسج منظم کمک میگیره. ایره خوانده آزایفش خواندیم. باز حالا امروز ما انواع نسج اپیتل رو میخوانیم که نسج اپیتل چی کدام انواع داره. انواع نسج اپیتل یا classification of epithelial tissue. سعی کنیم میخوام این را از نظر طبقات یاد بگیریم که کدام طبقه چه قسم میشود. از لحاظ طبقات نسج اپیتل ما به دو گروه تقسیم میکنیم. یک طبقه، چندین طبقه. یک طبقه کدام حجرات است و چندین طبقه کدام حجرات است. این بسیار مهم است. سعی کنید هم اول ما میگیم یک طبقه از لحاظ طبقات. از لحاظ طبقات نسج اپیتل به دو گروه تقسیم شده. گروه اولش یک طبقه، گروه دومش چندین طبقه. یک طبقهش چی مونه؟ یک طبقهش که یک طبقه داشته باشه. سعی کنیم حجراتش یعنی حجراتش یک طبقه داشته باشه. شماره اول یک طبقه خشت فرشی یا ایره میگه سکاموس اپیتیلیوم. صحیح؟ سکاموس اپیتیلیوم.
این قسم یک شکل با خود میگیره. ببینین یعنی طولش از قطرش کم باشه، طول زیاد نباشه قطر زیاد باشه. این به شکل خشفرشی دیده میشه، یک طبقه خشفرشی برش میگه. طبقه دومش به نام یک طبقه مکعبی. یک طبقه مکعبی چی معنی میده؟ یک طبقه مکعبی یعنی چی؟ بنده گروه یک طبقه مکعبی چی معنی؟ حجراتش شکل مکعب با خود میگیره. یعنی چی معنی؟ طول و عرضش با هم مساوی باشه. طول و عرض مساوی باشه، این میگه حجرات مکعبی. سعی کنین یک طبقه مکعبی شکل مکعب داشته باشه. مکعب یک تعریف ما داریم، یعنی مکعب که طول و عرضش مساوی باشه. طول و عرضش، پس من اینو نشته میکنم که طول و عرضش با هم مساوی باشد. طول هم میشناسین شما، عرض دوان هر دوش مساوی است. وقتی که هر دوش مساوی باشه این میگه حجرات یک طبقه مکعبی. صحیح؟ یک کیوب اقتصاد برش میگه. سوم حجرات یک طبقه استوانه‌ای. حجرات یک طبقه استوانه‌ای یا مستطیل هم میگه برش. مستطیل برش میگه. تعریف از این ما داریم، یعنی طولش زیاد باشه عرضش کم باشه، طولش از عرضش زیاد باشه. سعی کنین این حجره باشه، حجراتش اینی طولش هست، از اینجا تا به اینجا طولش حساب میشه. پس من اشتباه میکنم طول حجره از عرض حجرات زیاد باشد. طول و عرض اینجا طول عرض نوشته کنش. پس این میگه حجرات استوانه‌ای یا حجرات کالومنر برش میگه. کالومنر ایره کیوبیدال میگه. کیوبیدال. پس این یک طبقه اومد، یونی لایر برش میگه. یونی لایر سایکو یونی لایر یک طبقه یونی لایر یک طبقه باشه. بیام چندین ملتی لایر یا چندین طبقه کی میگه برش ملتی لایر یا چندین طبقه میگه برش ملتی لایر. این چه معنی میده؟ اینجا ما یک طبقه داشتیم، حجرات بود یک طبقه بود، مگر اینجا حجرات از چندین طبقه داره. سعی کنید خون این اول شماره اولش حجرات خشفرشی چندین طبقه ای.
خشفرشی است مگم چندین طبقه. سعی کنیم چندین طبقه باشه. حجرات است شکل خشفرشی را دارد مگم چندین طبقه است. چند طبقه؟ چندین طبقه است. دوم سعی کنیم دوم حجرات مکعبی چندین طبقه ای یا مالتی لایر کالم کوبیدال سلز است. چندین طبقه یک حجره شکلی مکعب که داشته باشه یعنی طول و عرضش مساوی باشه. و سومش از حجراتی چندین طبقه استوانه یا مستطیل. سعی کنیم این شکل مستطیل میگیره که غلط نکنیم. شکل مستطیل با خود میگیره. واسیره میگه حجرات تقسیم بندی نسج اپیتل از لحاظ طبقات. سعی یک شکل دیگه ایش هست او رو برام ترانزیشنال میگه شکل انتقالی میگه او در مثلا زیاد پیدا میشه یعنی شکلش از یک حالت به حالت دیگه تغییر میخوره. این ترانزیشنال میگه. این قسم حالت است مثلا این در دوش میتونه بیایم ترانزیشنال یا انتقالی. ترانزیشنال یا انتقالی این شکل انتقالی می داشته باشه از یک حالت به حالت دیگه تبدیل می شود. حالا ببینید شما